من نمیفهم بچه ما اینا که گفتی دیگه ما فهمیدم ما قوخ از ما کی است که برو بیاری اینا خودت نال آمدی این دقیقا یک واقعیت شد بگنی ما در کارو نده بودم کامرای بیبیم آمده بودم در مولی نفهم کنم چیز گفتم رای آرزو جان بچه تا دریا کشتی های غرق شده که ایران بانی چرا بچه من تا چرت میزنی؟ برو دور نگی برو محمد جان خالنال فردین مرا دام نزن باز برو فردین در کجاست باز فردین چیز میگه من همونش کردیم فردین هم رفت برو یک رفت بیرو رفت خب برو گوش بگی خب چشمش در یک کاسه همسایه بود اگه شویش یا بچهش میمونده فکر چی خب جوان است پیشونی از اونم بخشید زن کجا اجازه گفتا بیرو برو برو بچه برو بچه برو برو دیگه دخترم فهمیدی بایده چشم ماله انسان است دیگه بچه مطمئن دیگه رفاجت میره دیگه چرا خب خوشی میگه اول عروسی روبه جان کن و کدام مشکل نداره خوارم و عروسی از اون خیلی دیگه هم جوان است خمونتا گفت ای از خوار که ما گفتم اگر شما تو ما در خود روی خوشیم چیده گفته نتونستم کلان است کی رفته؟ کسی هست؟ میشه آجل برای این؟ اینی جا میکچه لطفا یک ذره زودتر مادر تشنام تو مردار بود رفتم رو ششتم ما چون ششتیش؟ اشتو گریزان کنه خدا کنه گمشکو بس میاولی کارمان سرای است یکی میره یکی میایه خب کی رو بگی خدا میفهمه کی را که چطور کرده خب دست سر از یا پشک بوده اشتو گریزان خو نیست یاولی پشک بوده پشک اما قدر چطور میکنه زیاد؟ من چون دیگه باز ما رفتم ششتم اونجا تو به خدا پشک هم برکه میکنه بیخیر هزار اماری بود بچه تو دیدی؟ خیلی ندیدم خیلی هزار اماری بیخیر بوی که بسال بوی گرفته بود من چون دیگه باز ما رفتم ششتم شب وارد صدا میگیرتی بین باشین دیگه ما خو نیست ما خوشتی که خوردم نداریم که خانه ما کس نمیرم دیگه خونه ما خانه ما میمان میار کدام میره ما چی بفهم کی بود؟ خب میگفتم ما میگم ما مشت گریزه نداریم خب خانهش ما میمان زیاد میره خانه ما هیچ کس نمیه هیچ کس کی میایه کی داریم که بیایه ما دیگه دبین یک اولیستیم دیگه پاکر میره من گفتم پشک بوده من همونجا دیدی حال گرمی شده پشکا پس میگردن هر چی بخوره خب دستش نک بیخ دل ما بد شده اگه مشکو بچیم چند روز ما بیل دل بد هستم رقم بوی از چیز بیخیش پاک نمیشه اگه مشکو همین با قدرت خدای پاک بچه همین از پشک بوی نداره از انسان زیاد بوی میداشته باشه ما که برم دستشوی ولد دستای ما بشویم در پشک کودان یک قسم بوی میامد که مسخره در پشک هم تا تشناب میکشه نه تو بوی بود کلمتر من زیاد خورده بود دام شب در خدا کیش داره یادم چی بفهمه دیگه بچه باز همونجا میره اونه تشناب باز ما میکنیم اینجا نزد
باز تو گرفتن بخستن نمیا میکنن بچه این برو پشت گرد یا بسیار مشکل بخستن میکنن من میفهم میارم مشناسم ایران موندی این بچه هم خیست آمد نه شیرین خوری کرده نه دیگه با سوار زدم میشم که برای دختران گپ نکشد ای خدا جان چی بگویم کاش که شیرین خوری میکرد که میامدم باز کنم گپی نبود خب خیلی میگه برو دیگه خانه کاکای مست نواسه ورم است دیگه از خود بیش هست نواسه ور از بیگانه نیست دیگه بیگانه نیست دیگه برم خانه کاکای مادرم دیگه خانه کاکای مادر چه با مخاطر آمده دیگه من با مخاطر چیزی گفتم نمیتونم حالا برش که بچه یا بعد از یا چی گفتم نمیتونم شاید که با لحاظی هم میخوام زن کاکا بدگی آمد که زن کاکا نیست اصلا مخاطر ایشان دیگه بانم بس هست دیگه سیرام زیاد شد خدا جان چی کنیم دیگه بس این گلان چقدر زیبایی داره نگاه عمرش چقدر کوتاست به چه کمره خوش ساختی از این معلوم میشه که امیدوار به زندگی شدی آفرین دخترم ولی کار دادی؟ پدر جان بسیار کار نیکنی این تو یادگره بشایی باش خدا را شکر اینقدر خوش شدم امیاله از چی خاطر پدر؟ اینه روز اینقدر امروز با فهمیدم که کمک امیدوار به زندگی شدی انشاءالله خود دیگه دخترم خیلی ببینیم گله کارن چقدر مقبول زیبا شده دست نمیام دادن زحمت خور رسی یک چیز خوشحال کنم باز مرا ملامت میسازی که پدر تو مرا گفت بودی خو یک دوره گپ شد اما قسمتش بود که تو صحیح نگفتم یا من لط کردم که یا قسمتش بود همون شد حالا تو بگو که در کدام هتل سرش توی کنم حالا خود در دست من هست حالا در دست از اون نیست که بدل خود یک کار کنم در هر هتل میگی در منطقه میگی تو برای ما بگو کمی باز زنگ میزنن بیانمی کار خیر از خلاصه دخترم پدر جان امیر تو میفهمی من میفهمی که اول من رضایت نداشتم حالا که قبول کردی دیگه سن سال تقاضا نمیکنه که من برم در هتل توی کنم یا در خانه بگیری تو بفل کلان بگیریم تو یک گلاس آب نگه نکاح کنه خلاصیه بازی کنه دخترم پیسه داره مال داره زمین داره ولی قبول کنه با دلم برداشته میگم من دخترم خدا بگیرم در گلاس و نکاح کنم در دست از بتم بره نه او جور میکنه خدا وقتا روسی میره اگر یک چیز میره سلمانیایی بسیار خوب از در کابل یک ذره دیزاین و دیکورش جور میکنیم تو دل جمع باشه تو چی میگی دختر بیا عمرت هم درازه بیا السلام علیکم والا عمر درازه عمر دباری تو عمرک درازه سلام علیکم جور بخیر خوب است انشالله بخیر آمدی برو خیلی برو چطور هستی؟ خوب هست انشالله بخیر آمدی بیا برو ببخشید نگه زنده باشی خیلی ببینید خدا جان خیلی زنده باشه بیش خوب بالشک برو بان دیگه قربانت بیاره چهار داری بخیر آمدی خانواده کلی خوب بودن انشالله شکر فرد هزار بار شکر هزار بار بیا خیرت خوشحالا خدا نارزو رفته کدامش رفته سلما رفته بگی به خدا اینو غال بزن نیا لوار نگم که مطرح میگم دیگه الوقت بر از ما گفتم خود نه رو بشنوه خواب دسترشو نیک نشنوه چی کنم شما فدوله حالا شده دیگه نمیره و بچه خوب میکنه ما شما دم دروازه کوچه از خانه ما و خدا بسیاری وقتا هستی نمیگوی ما بدنی در او خانه ایت نمیشونیم یا در دیالی نمبرایم است که بوی زیاد میباشه همیشه ما دیم جگ باشه یک میمورسیارم بسته نمیباشه که مشکل بوی نبیه گرنی زیاد بوی میباشه هفته هم میدونه کشتی خراب میشه گنده میشه یون بر ما زیاد است نیست؟ زیاد است تو نیست ناکلش پوست کردی حال برو دیگه پوست کردی خیلی آخریش است آخریش است برو بردارش خیلی بانه چی میشه بگوش نشنه میخوری بچه زیاد خوش داره زیاد خوش داره که زیاد خوش داره تو خوش داری نمیده
ما خوش نداره، تو خوش نداریم که هر کس هست خوش داره دورش آمد میخره که دقیقی موتون نیست که تو خوش داری یا من ندارم چی یک من خودم داشته باشم اون بیچاره دیگه جیب پیسه خود میخره به اندازه پیسه خود هم چیزی که جیب خریدم قدر در جیبش چند دست میخره خوب است که میشه خود میفهم چی؟ من خلوت مرد دارم چیزی گفتی خوب خلاص که خیلی باز بیا اول دختر چیز سر راستی اما خانی هم شاید بوده تر شما رو دادی اما که بوده بیاری ما دادم؟ نه من خودم دادم گفتم باش چی میگی خیلی وقتا تو تشت بودی داری امروز نیت که من برم تشت از خانهشون بگی بیار خب خیر از میرم میارم میرم خلاص بودی گپتا بر تشت از خانه هم بگی بیار سیست بر بی پرواز شد کشم که نشکنن خب پرواسی کس مشکنن بارو باشی رو بانم خیلی یک دفعه برم کسی یادم نرمست ای خدا جان باش که پیازا رو بانم کاله بخی اینجا رو جد جلو برفته ای خدا جانه یا جمع کنم که ببینم که نوزاد آرزو رفت یا نرفته چطور هستی آلوپای جان؟ خوب هستی؟ خوب پیش هستم دکتر آرزو بریم؟ خوب هستم من نیفهم چه قسم مگنی خوب بودم یک دفعه یه قسم گپ شد اما جون بادیان برد فایده کرده بسیار تشکر دست درد نکنم اما کمک کرد ما چطور یک دفعه قسم شدی؟ اگر این چای او کجاش پاک ستره است که آمده نیستن چی بگویم بخدا چای تو آوردی باز خوردن از اون شدم حتما در خانه کدام چیز خوردی سر بعد خورده بود در خانه نه چای صبح چیز نخوردم دیگه طرف خانه شما مارکت کردم درام آمدم چیز نخوردم شکم خالی حتما چای خوردی که همه قسم شد تخمه رو میفتی که من نخوردیم نه امروز چای چیز اساسی ندارم دیگه نیفهم که تو شد خواستت قصه کن چی قصه کنم راستی درباره چی برات میگفتم درباره فردین میگفتم خب اما بچه‌ای که بخی دوید اونمو یک کمک فساتیگی از خوب میخواد که کس همیشه درگیر باشه جنگ کنید که غرض نگی خوب نیم امروز کد کس کار ندارم مشکل ندارم امروز کس خوب او هم ترامت بیخبر یک دفعه مرشانه زد خب دست که قوارید شیشته اونجا هر دقیقه میاید چه قصه دارن دوری چه قصه میکنن یا هر دقیقه چه قصه دارن بخدا آسنات اینجا کجا رفته بودی؟ اینجا بهتیش ای دختر ساده چطوری داماد از تو میری پاک میکنی او بیچاره که تو بیبرک شده بود که هیچ تا در از نوشت کار شد غلط میکرد نمیتونست تو با خدا بیا تو بشو اینجا بیا چی میکردی پایان؟ هیچی کجا رفته بودی؟ جای نرفته با میگم چی میکردی بگو که نزدمت کرد قفا اوش کردیم برگو مشکل برادر مسکتی رفتم داماد با اکدرش از داماد سیاه کنه داماداری رو ندی داره چی دفت خیرت هست چرا بسید؟ نه چیزی نمازم چی شده؟ خیلی ببینی انت کارا نمیکنی که اگران داره بیاری بخور میذاره کسا هم بارم شده کسا که تارم شده بخور یک چند دفعه بخور ما پس نه خب کجا میری؟ چند دفعه میگم بتا نبرو ها؟ گپل نمیفهمی؟ ها؟ نمیفهمی گپل چند بار بگیم بتا هیچ آدم هستی؟ نمیگم بتا نبرو نمیگم بتا ها؟ واقعا شما نوشیدن کنید من میرم راحت آزاد صحبت آن خانه تان از دیگه یک کمی نه خوار بسیار سنگین مردم است. گوش کن نفهمن
گوش کنی که اگر کدام از این پرسان میکنه از تو کم نزن خدا والا ده دلال سکل ما میایم نکامل نه اصولی شطور دبی اصولی شطور بگو اوتل بالا باشه جای منظم باشه منطقه خوب باشه اونو که گرده ضرور نیست پدر جان. دختر چیزی که من میگم خود ضرور نیست آره کم هم کلیم خدا بلست نی آره کم خاطرات بسازیم خدا میگم تو دیواری بگی خدا کتا کتا بگو که باز کم شکو نیا اگر تو ده بوی باز بیخی پدر باشه متوجه باشه باشه مسئله رو پیش کنیم باشه توی تا بخونیم سلام علیکم آمدیم مرحبا دختره بفهمان هوشیار بیدار باشه بفهمانه شدیم دیگه مجبور است که دفعه باز بگویم بچه میال خاله چیزی نمیگم دیگه دفعه که آمد باز مجبور است که نامو بگویم دیگه مجبور مطلب است خیر دیگه همون زن ایوارم باید بفهمه دیگه زن ایوارم باید ساعت باید که بچه دیگه درسته زن کاکای مادرت است دیگه دخترش هم نامزاد چه دیگه تو حق نداری که تو بیشی میخوری بی چیز بخیر تق 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 پیستی نماستم کجا بودی جای نچی آوری چیزی نی ست سلیمان بخیزی بیایی بعد است دیگه میفهمانمش باز خیلی دفعه مراتش دیگه اگه آینده آمد ببرشم خود میگم بچه تا کشی میخوری نکدی خفه نشی جان گل زن ککاش چی میخوری کدی بال بعد چشم گفتی اخوانی نبرو بیاد کلچان باد شد و دیگه پای ما بار کرد دیگه من چیزی نگفتم بخاطر که هیچ استاد نشد فرصت گپ زدن برای من نداد میگم تاجلی یک کار کشی طرف یکم کلانکار است در چیز میخوام مداخله کنه اما قسم خوی داره خو هر چی که گفت تو درگیر نشی کدیش تی طبیعت لیلی من مشکل ندارم روشی چیز ندارم بخاطر که تاموس این معرفی هم نشدیم که گپ هم نزده دیگه چیز نگفتمش ماندم میشم تو وان بر چی بگید راست اون تو خوشان است با فامیلی نم تو فامیلی تو دین است خلاصی گپ کم تو قصه کرد دیگه که مادرش نسوار میزد نسوار خو میزد حالیم به نظر میزنه خب قدر مثل سابق ولی استفاده نمیکنه دیگه مادرش که نسوار بزنه و بچه چیزای دیگه استفاده کنه بچه چاره بیچاره است همین چیزی که مواد مخدر است کلش استفاده تو ماندین داوودتان بکشی پرتی چند کوچه خب چیست نه برایان میگه خانی بیادرم است خب دوا میکنه نمیتونم ما مرد نداریم جای دیگه کوچ کردن نمیتونیم به خاطر که بدون مرد کجا خونه می الله عزیز بابا هر مشکلی که داشتین یک فقط زنگ بزن من در خدمت هستم زن کاکای من بگو دخترام بگو اگر اذیتتان میکنه هر مشکلی که داره دیگه من بهش گپ میزنم چرا به کدام دلیل کار نه تو درگیر نشو اون به گپ نمیفهمه نیم هر قدر سلمگک بیچاره کدیش گپ میزنه درگیر میشه که از اون خودش تنگ میکنه ما هر قدر گفتیم به گپ زدن نمیشه خلاصه خودمون خسته شدیم از گپ زدن زیاد خود ما طرف خود کش کردن الو خواهر چطور انتخاب کرد اصلا چطوره واس خوردی بنامش بود واس خوردی بنامش بود دیگه خوی خواص از ما را گرفته پیسانم آفرین مفخوره بیز پیسام از خانی بابی خود نمیره فایدهش نباشه چی کنمش دیش آفرین دیب ما خود آفرین با بچه میم تو جوانی باید داشته باشی حالا تو بزنیش خبر خوش میده که جان مادر چند دفعه گویم تا نبرای آدم هستی نیست کمی تو 10 دفعه میگم تا نبرای دم اولی یک بار نیست 2 بار نیست نمیفهمی گفتا؟ ها؟ چند بار بگویم تا؟ دوباره خود باشه که مبرای فهمید بیرون بار آخرت باشه گفتم دیگه نمیبرای بیرون بار آخرت باشه فهمیدی گپا؟ فهمیدی؟ دیگه نمیبرای بیرون ما غیرت دارم اینجا از خود یا نه؟ ما پایم از خانه بیرون نوری وقت میری باز نگه با ما بشینی ما میشی با دیگ بشینی سیاه میشی ما میشه سیاه شد خوی از واره گره خب خیر باشه دیگه یک روز از خدا روز چقدر رضیت میکنن نه رضیت نمیکنم جا خوشحال است
اونجا خوش است، آرام است. همین که خوش باشه آرام باشه خور ماست، همون با ما همه چیز است. کدام مشکل کدیش نداریم. خیر همین میکنه که گوشایش پر میکنه، یکان چیز برش میگه و هم چیزی که بگوی همون قسم حرکت میکنه. خوبم کال وارد کنیم برای غیبت جا نشه. کال ما نه یعنی برات گفتم که درباره‌شون یکم معلومات داشته باشی به خاطر که عادتشون است درگیر شوه هم از همیم و هم از آمادگی ها بگوین. آمادگی گرفتین چطور؟ نی والا شروع نکردیم. تون شروع نکنین آمادگی تانه؟ نی خب چی مادر کلام میومد خود از گفتم شروع کنیم یکان خرید چیزا یاره. خب مثلا هر چیزی که ضرورت داشتین و لیست نوشته کنین. اگه خودم اومدم بر خودم بتین یا اگه مادر کلام محمد بیجان او خب میای زود میای بخاطر حال دیگه که بسیار خوشحال است. ضرورت به لیست چیزا بیا نیست، خودتان بهتر میفهمین دیگه. شما بیگانه نیستین که ما براتون لیست نوشته کنیم بگیم از بگی از بگی. نه بازم بخاطر که هر چی که نباشه باز آدم ضرورت خودم می داشته باشه. نه هر چیز که ضرورت داشتین که میپرسید هر موضوعی که بودم تا فقط آزادانه بگوین. ما بر بیبیم گفتین یا بر ما گفتین دیگه ان شاء الله براتون پورا میکنیم. مشکل نیست از اون. می‌فهمم کدام ضرورت نداریم اگه به خاطر محفلی نگه خیلی چیز رفتیم باز یگان چیز لباس چیزایی خواهد گرفتیم. نه لباس ضروری است. چیز ضرورت نیست. خب نه لباس ضروری است. بخاطر که مال بسیار درگیر هستیم بسیار مشکلات زیاد هستیم. پدرم از طرف معامله زوم شد بخیر. برش محفل میگیرین یا تنها نکاح کردن؟ دیگه ببینیم قسمت چی میکنه. خودش خب میگه هیچ قدر دیگه. از خود گرفتین یا بیگانه گرفتین برش؟ نه یک دختر بوده عمیم دیده بوده بسیار خوش اومده بوده فامیل خوب بودن. دیگه باز عمیم که رفته بود چند بار دیده بود بازم او در رنگ زیاد شیشته بود. ما از پدر مشوره خواستیم پدرم چیز نگفت خاموشی اختیار کرد. میگه خاموشی هم دیگه نشانه رضایت است. دیگه تا یک شیرینی آوردیم بخیر دیگه باز خودش کامپلت چیز نگفت. باز شوهر داشته کلان است خورده است. نه یک دام دخترک ندیدیم معلوماتم ندم بی جام قصه نکردم. خب قصه نکردم معلومات ندادم. نه گفته که دخترک گرفتیم اما که گفت خلاص. نه مطلب گپ شما بود. نه خدا دختر خوردم نیست یک دخترک ناز خودش داره فکر کنم قبلا نارسی کرده بود. دیگه چیز نه دختر خوب است بسیار. خب یادر جان ما با ارتباط دیگه زحمت دادیم خورم بابا خور کنید. خیلی دیگه من گفتم بگو دیگه باشه کن خود لولای بگه. بگوین خانه خودتان است من میشنم. زنده باشیم آمدیم گفتیم باش که فقط یک مشوره کنیم که مسئله هتل شروع کنیم. بله. که چقدر فامیل است چقدر تعداد فامیل است دیگه. هتل خودت انتخاب میکنی یا ما انتخاب کنیم. دیگه هتل هر هتل که بوی بسر چشم. والا چه حساب است که او دخترک خواه سرمان داره. چرا؟ خویی که نداریم قوم داریم. بیازا. همین میگه هیچ کدام نداشته باشه در پلو قوم داره. بیازا. دیگه ما والا باز وقت چرت میزنم اگر تو را اوگار کنم خدا اوگار میکنم. زنده باشه. اگر تو را بدر کم بغل کنم خدا کم بغل میکنم. دیگه من میگم اگر او دختر خود جهات چل است که او طلا بسیار بالا را میگه و دیگه خود نظر من اونطور نیست که خدا ناکده اینقدر که شما مهربان هستی اینقدر که شما در بغل من استاد هستی شما را نمیخوایم که تو کم بغل و خراب بسازم از خاطر ضد دختر یا از خاطر ضد قوم. نه نمیکنه دختر من نظر به طور است که همین سیاسارا کلشون و سرمان دارن. خیلی ببینی یعنی یادی گفتن نمیتونیم ما شما می در بین خود بگوییم که چی رقم بله اندازی باشه سیخ بسازم نه کباب مرم سر بلند کل چیز معاملتو با خوشی برای که هیچ کس نفهمه چی رقم. من یک نظر دارم من میگم سیکو یک نظر هست مردم هم ببینید دستکن کاری هفت دیوام دیم نمیداند آخرت باشه که دیگه نبینم تا آدم نیستی که هیچه میدم خوشی آدم هم میمونی میده کلش نمون آفرین خوب مجده دنیا را شیش هم تو بزن آفرین چی کار میاد دادم آفرین این حال بچه مستی حال فامیل بچه مستی بزنش آفرین
بابا بچه اوف چی خدایا نچینی بچه در زیر قیم که اون زنگ میزنه نه برد نما باشه کار کنم یک دارم میزنم چرا خیلیت باشه چی گفت است من بنده چرا خواستی تو؟ چرا چی شده گلم میخواد باز از بیرون آمدیم من باز اون رفته سایل داره قطع من غیرت دارم اینجا ندارم کی سایل داره بچه من اونو باز کنم که صبح مدیدمش اگر اون بچه را حالا چی میکنی بچه را برو پشتش نرفته؟ نگیریم دیگه از یک قیب بخ بیگونه بیگی نکو بیگی بیگی نکو دو سوگار کردم؟ دست شاوگار کردی بان که مایده شاید بفهم این نگاه چیز نکنم جواب دیگه چپ خندم میخواد چپ او باره نمی کاره کرد برش گفتم که نبینم تا دریاولی همین فرق گفتیم او بچه همین بی اجازت کاران نکن چی گفت بازی خب بیگانه نیست بیاد از زاده من چرا زدی؟ بان که بفهم اکشی بان که بفهم فهمیده برو تو بفهمی چیش هستیم تو بخدایا رشت بازی چپ دیگه چپ خندم میخواد چپ گلم میخواد همه چی تو خبر نشد تو قرار زده اون خوبش که مریم آمد که فعلا مانه شغال مقالک است تو گفت تو باشی که دریاولی نبرید پشت که کسی زای کنی گو بچه آدم میشه نمیشه یه خیلی پت خود انت بزنم بیچاره انداختی بیرزاده نمیزنه قلم چپ گلم میخواد دختر هم میخواد چپ دیگه هر دفعه این بار اول آخر باشه این دفعه که زدی دوباره زدی باز مکزید کار دارم فهمید یا نفهمید مادر نامبدگی میشه بر ما اینجا بنده اینجا غیرت ندارم دیولی ولی غیرت داری خدا بود دخانی کسگر دخانی هم سایه رفته خورفت از بسک کلکین و بچه رو سای داشت کدام بچه سای داره؟ حالا بچه چی کنه خانه خوارت میره خانه مادر میره اون خوارت مادرش کنم اونجا است ما صبح دیدم که بچه در آمد کت کارتان کلچه ویگه پا کارتان کلچه؟ ولی بخیر تا پشت کلچه شد که گیره من که مقصد رفته که ازم پشت کلکین سایل داشته چرا برو خب سای کنه خودم برو میرم در خانه اگه چیز گپ نباشه خانه شون نرفتی بچه خمیر خانه شون میشیشتی جان مادر حالا کار نداشت گوش میشده پشت ازا گوش میگیری چی وقت رفتم اونجا مچه من نمیفهمم نه خویا نمیم چی وقت رفته داخل نمیره خدام دیر میشد از اینجا چی میکرده که سعی مدیده میشه حتما سکرت دارت نرسیده کلیت گنگسه است نه سعی دیده میشه که سعی داشته سعی دیده میشه میگونی پیش مادر حتما میرفته میشیشته حتما گوش بسه باش که از خانه شد من دیگه فرمان از شوی نکنی اینی زدن دست شاوگار کرده بیا نال بیا دیگه بخیر بگی نال داری پیسه به ایجابتر ببری دان که بس میشه پیسه به ایجابتر ببری یک دفعه برش گفتم که نبرو یه دخترم همین کارا خوش من نمیم من غیرت دارم از خود دیگه دارم بان مرد همی کارم بخیر برو میروی تو بشه استای کرده بخیر فکر میکنم گپ ما از ساتریز برازی برو اوف تو امی جنجال تو را مکم میسازم نگفتی چه قسم فرض مثال می اوتل خاص مجبوری سی خرد کنی اگر اوتل بالا بگیری بالاتر خرد میشه اوتل پایان بگیری پایانتر خرد میشه خب من میگم کار شبه که زمین اوتل بالا و پایانم کنم من خرجش بگیری کم بسازم من این نظرم است نگفتی چطور امی ما بین خود هستیم ما بسیار کم بغل هستم این منتظر من خیلی روزگارهای بد هست متوجه هستیم؟ این یک آدم تنها منتظر من خیلی روزگارهای بد هست امیگه که میسنجیم امی یک چیزه که برای من بده امی دیگه کاسه خود میکنیم یک 4 تا همسایه و قومک های نزدیکه که من دوستشان دارم امیگه کاره ای تو فکر کن که تو از برای چی میکنی؟ تو بیانه بخیر ما رو سکت برای پشت کارت برای حاجت از این نیست که تو را من به تکلیف بسازم تو را تو بزامت بسازم تو را ایسو بدوانم دو اوتل بدوانم نه فقط من راحت آرام سنگین بیا بگرم امین آروز طبیعی برو خلاص اما گفتم نه که اوتل غریبانه که گفتم یعنی هدف من چی است که نه بالا و بالا نه پایان از اون که پایان‌تر یعنی با دل خود ما مخالم خیلی اون مگه که گپ پیش موضوع باشه گوش از گوش خبر نشه گپ بین موضوع باشه این میگه خود ما میبریم خود ما میدوزیم خود ما هر کار میکنیم
صحیح است؟ کلان هستی پدر هستی. خدا تو را خیر بده. من گفتم تا موقع در اوگار نشی کارت هم آسان شود. تو خدا کنه دمو خانگه که شطر بکشی. من کار ندارم که تو هیچ از شطر با مرا این نکن. ما خدا کنیم یک گوسفند بکشم فرض مثال خو یا آینده که باز یک خوبی و محبت و مهربانی میکنیم و شفقت خودتان است. خواهر که در یک من تنگ دست هستم یعنی می طرز براتان گفتم یعنی ما را به یک معامله میکنیم به جلیسه که ما پیسه خود ازتان گرفته نیستم اونو را ما بدلم آره چی ده او هتل دادی چی ده ای هتل تو خب پیسه میتی صحیح است نه؟ تو خب پیسه میتی خود دیگه باید بخشیست که ده هتل یک آدم یک کار داره دانه فرمه او سر تو بار است اون پیسه سر توست نه؟ نه همون را به جلیسه که قیچی میکنیم اما معامله موتونی میگه به پیسه که مرا بده فقط من میگه یک چهار دفعه خود خبر میکنم خدا خیر بده هموار که به نظر دستیدنه آن است دیگه بیشی نکن گریان آن من نفهمیدم که سر چی بود چی شده هیچی نمیکردم نفهمم بیفته و چیزا را جمع کردم گفتم باش که یک دفعه او طرف برم چی گپ هست اینجا به خدا قسم است حالا من نمیفهم چرا اینقدر گمان بد میکنن از این اولی داخل شد میگه تو رفتی اولد سبا روز باز اینم تو میرد سعی میکنم نکو بچه این دختر میگه میگه بر من خودم بگیره و میگه سعی میکنه فهمنش که مادر من خانه درام و داماد خود نکنه آلو بچه را چی میگیره بچه را دوست میده شغل میگیره چون کتوره بعدم مادری کارو کتوره با مخواد کلی خوش نداره ولی یاد فکر کنم موس میره من کرمای سرم آره فور فکر کنم بچه میفهمم دل زیاد میشه میگه سعی میگه فهمنش که مادر میخونه درام و بچه نکنه یا خدا نفروشه کل پیسه رو دجی بچه را پته تشویش زیبایی خود زیاد است قبیه نکو جوش میام مادر خون در جوش میاد دیوانه میشه مسئولیت خون در جوش میاد بیا مجبور است میباش تو بیاد پری پر شویم خیلی آدمی عقل بنویدی تو چی بلستی؟ تو با مامانه؟ ما گفتم حتما رفته و نه گفت میل ماما که فخانه نشه که بفروشم یا پیسه در جیب بچه من یا بلنش قوله در نام بچه نکنه گفت مادرم زیادی بچه را دوست داره از او خاطر رفته تو چی خرد داری؟ میراسی نپاسی میچپه میکنی میزیدی از نپرسان کو؟ بان که بفهمم گوش کنم بان که بفهمم دفعه پیشتر همی کارم کرد گفتم شما شما بیاکلا هیچ چوشار نمیشی مشکل که دستم سعی کن باش بسته کن خیلی بر چرب کن بسته کن که همیان تازه هست که بسته کن خیلی بردش زیاد نشه این دمدار چون اینجا هست من بگیرم نکو گریان چی بگی گپ انا فهمیدم مال میگفتی شما که گرفتنی نبودم اونمو وقت میگرفتم ساوز گشته خیلی خودت دی طرفایش چک کن که درد داره ای خدا یار چی بگی این نکو گریم دیگه جای تو مام گوشنم بابا که معمیولم بر چی کنم چرا کمانم هسته یک پرسان نمیکنم نداشتم منم میگه تو رفتی و دیدی سرتو ماگر کردن بریم پیش دکتر بریم خیلی تو پشت ایرم بسته کنم بریم بیا یا نه باشیم دسته بسته کنم خدا که میتیدن باز نمیتونی خورده خیلی
چرا پشون خانه میگردد باشه در نام داماد خود نکنه خانه رو یا نفرش پیساش بر از اون نده تو میریز میزنیش نه لازم بود خانه لیلا میکنه یک طرف دورم بخوره میگه با من چی برم میزنه بتانم من سعی که 4-5 تا کار دیگه تیار است ولی نزنمشان اگه بانم یکیشم خود این داماتک شو برای 2-3 کارت که زدم رخصتش میکنم برو بخیر میگم پشت کار برم دیگه ایسونم نبی یک دفعه کسان پرسان کنم نظر چه بگیرم درباره چی؟ سلما جان چیز گفتم یعنی نظر چی است که در کدام هتل بخیر که هتل تو انتخاب کن هر هتل را که تو بگویی اما هتل تو دیگه مگه بخی پایم درد میکنه کمرم درد میکنه به این رایز نامخه نفسم برامد خدایا الو چی شده؟ کجا گم بودی در این وقتا بخیر نیستی؟ رفته بود مادرم چون نگفت؟ نه ما رفته بود مامرای خورخونده میشن ایگان طرف خواه ما گفتم نیستی گم استی بخیر دیگه باز هم زیاد چلگی کردن که بیا برو همکارا دیگه همکارای شبخانه کل ما رفتیم چه کردیم خب به خدای چی حال از این خانه فقط من این کار قصدی کردیم فقط من دشمن از یه هستم فقط این خانه من نیست با خدای فردین به من دیگه در این خانه شیشتنی نیستم ما چرا مریض نمیشیم؟ از میاودان تو چای دم میکنی دیگ میکنی چی میکنی؟ از میاودان میگیرم خیلی از یاودان میگیری بچیم خیلی دم یاودان هم همه چند چیز ننداز در خانه خارام هستیم شالا دیگه خونه میری نه زنده باشه بیادر زودگاه که ما دیگه بیش کل اختیار دستیم خوب مادرها برای دیگه طلب بودی و نامزاد سختی